مرکز مطبوعات رئیس شهر ایسور خبر داد که در عرفه سال نو با اشتراک رئیس شهر قاسم روبر از حساب فوند منزل شهرداری ایسور در موضع چشمسار جماعت دیهات سامان و موضع های سنگ چشمه، دروزی، گل سرخ، حافظ کده، شاهنبری، الموسی، بابا سرخم و سیدان جماعت دیهات الموسی با 217 نفر از ساکنان نیازمند این منطقه که برای گرفتن قطعه زمین در نوبت بودند قطعه های زمین های نزد اولگی تقسیم کرد. شهرداری گفت قطعه های زمین به ساکنان در واقع نیازمند از جمله آموزگاران و طبیبان، سابقه‌داران خدمت دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و خانواده هایی که 3-4 و یا عائله های از این هم بیشتر یک جای زندگی دارند و از جانب کمیسیون جمعیت شهرداری ایسور نیازمند اعتراف شدند داده شد. در خبر گفته می شود که تقسیمات قطعه زمین شفاف و عادلانه برگزار گردیده در نوبت بودگان با اصول قرعه پرتویی صاحب تلان رقم گذاری شده و قرار زمین شدند. شهردار ایسور قاسم رهبر شهروندان را که در آستانه سال نو صاحب زمین شدند مبارکباد گفت و تاکید کرده است که با وجود سراسر کوسور بودن تاجیکستان و کم بودن زمین، حکومت برای با منزل تامین گردیدن شهروندان چاره‌های ضروری می‌اندازد.